كارون بحماسه يصيح تعالوا وحدوا النية، لا تبقون متفرقين ما تفيد الأنانية. إذا أنت تريد افعل، مو بس قول وحكايات دونية يجي السامع. خل دمك يشحن كاروني. حفلنا الكريم لنرحب معا بممثل استقلال حزب استقلال شرق كردستان، ممثلها الأخ ماني، فليتفضل مشكورا. Please welcome. سلام گرم من به همه رفقای حزب استقلال شرق کردستان رو پذیرا باشید. من به نمایندگی از این حزب امروز در حضور شما میخواهم یک بار قلباً و صمیمانه سلام و درود ملت کردستان رو، سنگر مقاومت علیه اجحاف و سرکوب‌های رژیم سرکوبگر و اشغالگر ایران رو، سلام همه ملت کردستان رو خدمت ملت عرب الاحواز. از صمیم قلب میخواهم به همه رفقای همرزم جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز برای کنگره ششم و برای سالیاد 24مین سالیاد تأسیس این حزب تبریک عرض کنم. سلام عرض می کنم خدمت همه رفقای مبارز این حزب و این جبهه و جنبش آزادیخواه و استقلال طلب ملت عرب الاهواز. رفقای گرامی، بر کسی پوشیده نیست که امروز ملل تحت اشغال دولت سرکوبگر و اشغالگر ایران در مقابل رژیمی قرار گرفتن که این رژیم سرکوبگر و استعمارگر و استثمارگر زندانها رو مملو کرده از فعالین و مبارزین و جنگجویان ملی ملت‌های تحت اشغال. و اما چه میخواد از ما؟ این دولت اشغالگر از این ملل چه میخواد؟ منافع زیادی دارن این دولتی که به پشتیبانی دولت‌های دیگر اشغالگر استعمارگر که در طول تاریخ به اشغال ملل مختلف نقاط مختلف جهان پرداختند. و اما ما چه میخوایم؟ ما آزادی میخوایم، ما حقوق ملی خود را میخوایم. و اما باز هم ما چه میخوایم؟ ما استقلال میخوایم. هر کدام از ملت‌هایی که تحت اشغال دولت ایران هستند تنها یک راه دارند برای رسیدن به آزادی و به حقوق ملی خودشان و به حقوق انسانی خودشان و به حقوق اکولوژیک خودشان و به همه حقوق‌هایی که به عنوان یک فرد در زندگی فردی خودشان هم دارند. تنها یک راه دارند و آن هم نابودی فاشیسم و شوونیسم دولت کنونی ایران، دولتی که با استقرار سیستم دولت ملت، با تغییر دموگرافی منطقه، با انکار و سیاست امها و آسیمیلاسیون
خواسته چندین ملل را نابود و یا اینکه هویتشون را از اونها سلب کنه. و ما باز هم چه میخواهیم؟ ما میخواهیم که ملل تحت اشغال متحدانه بر علیه این نظام مبارزه کنیم و متحدانه این نظام رو به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. و ما باز هم چه میخواهیم؟ ما اتحاد ملل میخواهیم و در کنار این اتحاد ملل وحدت ملی ما از همه چیز مهمتر است. وحدت ملی ملت عرب الاهواز، وحدت ملی کرد، وحدت ملی ترک آذربایجان جنوبی و ترکمنستان و لرستان و بلوچستان و اتحاد همه این ملل میتونه این رژیم رو برای ابد به زباله‌دان تاریخ بفرسته. من از اینکه میشنوم کنگره ششم جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز موفق به پایان رسیده و رفیق بسیار گرامی ابو شریف دوره درخشانی از رهبری این جبهه رو به عهده داشتند و رهبری جدید محترم رفیق علی قاطع مسئولیت به ثمر رساندن دوره جدید مبارزه این جبهه رو به عهده گرفتن و امیدوارم که بتونیم همه ملل در جهت اتحاد ملی و وحدت ملی و اتحاد ملل گام‌های پرثمری رو برداریم. من یک بار دیگه به رفقات باز هم تبریک میگم، هم به مناسبت 24مین سالگرد تأسیس جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز و هم به مناسبت کنگره موفق و هم سلام و درود میفرستم به روح پاک شهدای عرب الاهواز و هم سلام و درود میفرستم به خانواده‌های بازمانده‌هایشان و هم سلام و درود میفرستم به همه رفقای همرزم عرب الاهواز و امیدوارم که دست در دست هم دیگه بتوانیم گام‌های بسیار مستحکمی رو در جهت اتحاد ملل و وحدت ملی و مبارزه با این نظام سرکوبگر و نظام خون و قتل و جنایت با هم دیگه برداریم. برای همتون آرزوی موفقیت می‌کنم.